برادری عزیز سوال کرده است که سلام علیکم دامودا جان، نیتی گناه کردن کردی ولی گناه نکنی، گناه نوشته می شود در نامه اعمالت یا نه؟ خیلی سوالی خوب برادر پرسیده است. وقتی که انسان نیت میکنه که من یعنی یک کاری گناه میکنم، یک کاری بد میکنم اما گناه انجام نمیدم، سوال چنین است: آیا به سبب نیتی گناه کردن در نامه اعمال انسان گناه نوشته می شود یا نمی شود؟ برادر این سوال پرسیده است. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم در روایتی که از ابن عباس رضی الله تعالی عنه روایت است، جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگویند که هر انسانی که وقتی در ابتدای حدیث این است که پروردگار تمام عمل نیک و بد انسان نوشته میکنه. انسان هر کاری کرد، ما و شما دو ملائکه یعنی نویسنده داریم. خدا در قرآن میفرماید کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون. هر عملی که میکنیم اونها آگاه هستن، خبردار هستن و نوشته میکنن. و این نامه اعمالی که از ما کتاب میشه در روز قیامت این در نزد ما شاده میکنه. خداوند ما را امر میکنه برای خواندن عمل ها. پروردگار میگه اقرا کتابک کفی بنفسک یوم علیک حسیبا. گفته بخوان کتاب تا و نفسی خودت کفایت امروز برای تو روز حساب است. یعنی باید کجا بروی، چی عمل کرده، باید چی نو، یعنی جزا ببینی، پاداش از خود کنی. پیغمبر بزرگوار گفتن که پروردگار نیک و بد انسان نوشته میکنه، بعد از اون در روز قیامت آشکار میکنه. پس شخصی که نیت کنه، نیت کار خوب، انسانی که نیت میکنه که یک عمل خوب انجام میدهن، نیت کرده برابر خداوند در نامه اعمالش یک حسنه، یک ثواب نوشته میکنه. وقتی که انسان عملی خوب به جا آورد، پروردگار از 1 تا 70، از 70 تا 700 و تا به حساب در نامه اعمالی عمل کننده ثواب می‌نویسد. وقتی که انجامش داد، وقتی انجام نداد و نیت کرده برابر یک ثواب نوشته میشه. اما وقتی انجامش داد، از 1 تا 7، از 7 تا 70، از 70 تا 700 و تا به حساب پروردگار از فضل خودش، از مهربانی و بخشندگیش در نامه اعمال انسان کار خوب کرده است ثواب نوشته میشه. اما وقتی انسانی که نیتی گناه کرد، نیت کرد یک کاری گناه میکنه، وقتی که نیت کرد و گناه انجام نداد، گناه نکرد، و سبب نکردنش خداوند در نامه اعمالش از ثواب مینویسه. نیت کرد و نکردش، و خاطر نکردنش خداوند در نامه اعمالش یک ثواب مینویسه. اما وقتی که این انسان اگر گناه انجام داد، فقط پروردگار یک گناه مینویسه. یعنی که مثل ثواب برای 2 چند و 10 چند و 70، یعنی زیادتی، فقط یک گناه مینویسه. یعنی انسان به سبب گناه نیت کردن گناه نمیگیره، اما وقتی که انجامش نداد بلکه ثواب نویسه، حسنه نوشته میشود در نامه اعمالش. سوال برادر چنین بود که وقتی انسان نیت گناه کرد و انجامش نداد، آیا گناه نوشته نمیشه برادر؟ وقتی انجام ندادی بلکه در جای گناه ثواب نوشته